انواع کبابای ملل اینجا رول فیله سبزیجات دارید، کباب سمیکس خان کباب دارید، کباب رول چنجه با دنبه، کباب رول مخصوص، جوجه مکزیکی، جوجه زرشکی، جوجه بندری، کباب قفقازی که رولشه، کباب مصری، جوجه تریاکی، جوجه ترکی و رول بختیاری، جوجه چنجه ترکی، جوجه سبز، جوجه جنگلی، جوجه تندوری، جوجه عربی، کباب رول مرغ، کباب فیله است که انواع پنیرها که اینجا هست پستو هست. اینجا کباب میکس ملل دارید که 4 تا 5 تا آیتم توی یه سیخ، رول چنجه ترکیه، جوجه سبز، رول عربی، کباب جوجه تریاکی و بیوستاخان، کباب کوبیده بادمجانی، کباب آدنای ترکیه که گفتم تو سرویس چجوریه، کباب بناب، اینجا کباب رول شف، کباب رول سبزیجات، کباب قفقازی که گفتم تو سیخ استیل بزنید، تو کباب منوی ایرانیه، کباب جوجه مارینوف، کباب رول مرغ و این ور مجدد مصری که با چوب زده شده. اینجا کباب میگو میبینید، اینجا جوجه مرغ تندوری میبینید، اینجا ماهی کبابی که گفتیم میشه داخل توری و سیخ زد، اینجا فیله که با پاپریکاست، جوجه سخاری، اینجا برگر ماهی یا کوبیده ماهی میبینید، بلدرچین، جوجه سخاری، برگ ثریایی، اینجا جوجه ناردون مازندران، جوجه ترش، قارچ کبابی، میایم این و جوجه درباری، اینم که رول چنجه است، رول جیگره، اینجا جوجه زعفرانی، چنجه ایرانی، کباب فیله حلزونی، جوجه حلزونی، کباب برگ، کباب تبریزی یا همون ثریایی، شیشلیک، جوجه لاری، فیله حلزونی، کباب لایی همدان، کباب یونانی، بختیاری و جوجه دورو و بریم اون و کبابای ایرانی معرفی کنیم. اینجا کباب پیده کباب یا همون کباب صدر اعظم میبینید، اینجا کباب دندر میبینید که آتیشی هم بهش میگن، کباب نگینی، کباب لقمه کوبیده بادمجانی، جوجه سوبلاکی گفتم که عربیه و اینجا جوجه ثریایی میبینید، جوجه لقمه سبز، کباب وزیری و مجدد جوجه سوبلاکی و همه خسته نباشیم. بریم برای سیخگیری کباب کوبیده و تمام. با باشید